فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خواهرمون گاف از سننده‌اش پرسیدن که شوهرشون در زندان هست، حالا 2 بار طلاقنامه براش فرستاده که برو پی زندگیت، ولی ایشون قبول نکردن. پرسیدن که حالا ما زن و شوهر هستیم یا نه؟ طلاقنامه ایشون دقیقا مشخص نکردند که منظور از طلاقنامه به چه صورت است. آیا شوهرش در زندان مثلا چند نفر را گواه گرفته، در حضور چند نفر مثلا اعلام کرده که زنش طلاق هست و این پیام به خانمش رسیده، یا این که نامه‌ای نوشته مکتوب نامه فرستاده براشون، نامه‌ای نوشته مکتوب که من تو را طلاق دادم، یا این بحث طلاق میدهم، طلاق دادم. اینا هر یکی حکم متفاوتی رو داره. اگر واقعا شوهر طلاق داده باشه، در اونجا در حضور چند نفر اینو تلفظ کرده باشه، اون چیزی که معتبر هست در وقوع طلاق تلفظ هست. یعنی به محض این که مثلا یک فردی بر روی کاغذی مثلا بدون تلفظ بنویسد که زنش را طلاق داده، طلاق واقع نمیشه. این یک حکم شرعی هست، باید تلفظ بشود، اعلام بشود. یا اینکه فردی در قلب خودش مثلا زنش را طلاق میداد، اون چیزی که در قلب هست یا با دست مینویسد تا زمانی که عملا اعلام نکرده، با زبان اعلام نکرده، طلاق واقع نمیشود. اگر به این گونه هست که هیچ گونه طلاقی واقع نشده، اون گونه که در سوال هم اومده ایشون فرمودند که 2 مرتبه طلاقنامه رو فرستاده، یا اگر واقعا 2 مرتبه طلاق داده باشه، ولو اینکه فرض بر این بگذاریم که شوهرش در زندان 2 بار ایشونو طلاق داده باشه. البته ایشون نوشته که برو پی زندگی خودت، این لفظ رو در SMS شون نوشتن. بازم یعنی این گویا نیست که این طلاق 1 طلاق بوده، 2 طلاق بوده. قطعا وقتی که مثلا 2 بار فرستاده نشان از این است که 3 طلاق نکرده. اگر واقعا 1 باری 3 طلاق کرده بوده، دیگه نیازی نیست که بار دوم دوباره پیام بدهد که دوباره طلاق هستی. من این برداشتم این است که این هر باری 1 طلاقی رو فرستاده. اگر این گونه هست که هر باری 1 طلاقی رو داده و شوهر رجوع نکرده باشه، شوهر دوباره رجوع نکرده باشه، در این صورت 1 طلاق افتاده و در صورتی که عده زن کاملا تمام شده باشه. اگر عدهش تمام نشده باشه یا این 2 طلاق رو مثلا فرستاده باشه، اون گونه که گفته فقط 2 طلاق در واقع در اینجا ساخت شده و بعد از این که عده تمام بشود، این در واقع زن و مرد از هم دیگر جدا میشوند. منتها چون که 2 طلاق هست، هنوز طلاق سوم به اون اضافه نشده، این زن و شوهر دوباره میتونن مجددا با مهر جدیدی دوباره با هم دیگر ازدواج بکنن. اما اگر طلاق سومش رو فرستاد، در اون صورت دیگه از هم دیگر کاملا جدا می شوند و تا زمانی که این زن شوهر دیگری رو اختیار نکند و ازدواج مجددی رو نداشته باشد، نمی تواند به شوهر قبلیش برگردد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.